درباره ملاقات امیر تیمور با حافظ شیرازی شاعر معروف پارسیگوی داستان‌های چندی وجود دارد که یکی هم این است که وی آن شاعر نامی را احضار کرد و شاعر با خرقه درویشی نزد امیر تیمور شرفیاب شد. امیر تیمور با خشونت به حافظ گفت: شنیدم این شعر را تو سروده ای، اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حافظ گفت: بلی، این شعر از من است. تیمور به وی بانگ زد که من با شمشیر سمرقند را تصرف کردم و سالها برای تصرف آن شهر جنگیدم و اکنون از هر شهری تحفه‌ای برای سمرقند میبرم. چطور تو این شهر را به خال یک ترک شیرازی میفروشی؟ شاعر بعد از لحظه‌ای تأمل تبسم کرد و گفت: ای امیر تیمور، بر اثر همان اسرافکاری ها به چنین روزی افتادم که میبینی. جواب شاعر و حاضر جوابی حافظ شیرازی امیر تیمور را بسیار خوشنود ساخت و انعامی بسیار به حافظ داد. میگویند امیر تیمور تا آخرین روزهای زندگیش حافظ میخواند و از شعرها و غزلیات حافظ لذت بسیار می برد و حافظ را بسیار می ستود.